در تاجیکستان معرکه تبلیغ نامزدها به مقام پرزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این، فراموز ایرگاشف، حقوقشناس جوان از خاروق، اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع آوری امضا شروع کرد. عملکرد او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید به او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیفالله سفروف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی، و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمی‌دهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟ اولا باید گفت که این مسئله قانونگذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پارلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آواز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عملی آن را ما میبینیم. چرا این را از وکیلان پرسیدن نکرد و از آنهایی که قانون را نوشتند به این نمیتواند که هر نفر شهر را اعزام کرد. عزت امان، شما چی نظر دارید؟ با عرض سلام خدمت شما و جناب دکتر سفروف و بینندگانتان. به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی، اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا، قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تاکید میکند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که این انتخابات ها یا انتخابات در مجلس باشد یا انتخابات های مجلس های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور، بعد برمیگردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی، الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد. خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون‌ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟ در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشد. چون این نشده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دوم، در قانون احزاب سیاسی گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که به منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظر ما هست که اتفاقهای فدراسیون، اتفاقهای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان هم حق دارند همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی می توانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خودپیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟ اصلا بعدی گفتن نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی 25 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد بوریخان سلیم با بشار شایع و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر گویم وای خود قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو در سر مردم با وجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو خدشه‌دار نمودند و تا امروز آنها همچون موضوع مسخره مردم است و مردم دائما میگن که فلان نامزدی بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و مانع کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی. امروز هم ببینید نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت امان شما چی در نظر دارید؟ بله، من گمان کردم که به جای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کند. راستی من نمیدونم درباره چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشون سیاست شناس و سیاستمدار هستند. گذشته از این ببینید وقتی که استاد سفروف درباره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجای امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند. یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن رو دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کانستیتوسیون نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کانستیتوسیون داشتیم که او کانستیتوسیون برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرای مثل بابیشا شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگه من مترو میسازم و نمیدونم عثمان زاده میگه که من مردم به کیهان میبرم. هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92 91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شده نام سرقانون عوض شد، کانستیتوسیون کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار چخیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیتی پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهیده سیاسی، اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میترد به چپ یا خواست به راست حواله کند. باز هم میگویم که از جانب تشکیلات‌های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و حالی هم وقتی که درباره بلاروس ما صحبت میکنیم میبینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود را پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروس 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودمان را خیلی دموکراتیک کنیم و احزاب سیاسی و تشکیلات‌های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایشان را پیشنهاد کنند. البته امکان دادن به شهروندان علاهیده هم امکان دارد، چنانکه که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نازکی‌های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت‌ها بهتر است. چی هست همون نازکی چی هست؟
نازکی آن است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستند، جامعه آنها رو نمیشناسد. من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرایی که شما گفتی، شما نامبر کردید، همون نفرایی که الان نه حدود 30 سال میشه و در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد، گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستن کسی دیگر، یعنی ملت اونها را میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف زاده یا کسای دیگر هم بغیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونها را میشناسن؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونها را شناخت و در کجا شناخت؟ در کوچه یا پس کوچه؟ اونها کجا بودن؟ مثلا طول 7 سال نه آمدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن. و ببخشید خیلی معذرت و قول همون صحنه بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن، میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رأیهای خودمون را به رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است. چند نفر که هستند اینها رئیسان حزب هستند و پیشتر معاونان رئیسان حزب بودند و آنها رو جامعه خوب میشناسند، چون که همه‌شون وکیلی مردمی بودند، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برآمد کردن، مردم تاجیکستان آنها رو میشناسند، خوب میشناسند. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند و نشناسند، این عیبی مردم تاجیکستان نیست. تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیفالله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت امان فعال شناخته جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افرادی دلخواه مقامات پیشبری شوند. من فکر نمی‌کنم که افرادی چی میگن میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفار و حزب او یک اظهارات داد که پورا تمام بهترین جهت های جامعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایمتر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعتر باشد، لیکن رستم قدرتوف مثلا عبدالحلیم غفارов و با چند کسی که هستند اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستند و ما گفتن نمیتوانیم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستند، اندیشه خودشون رو ندارند. شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شونده نیستند گفتید. عزت امان، شما با کدام دلیل میگویید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟ قبل از همه میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خورده‌گیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است؟ خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم خب به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم. حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب میکنید و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبید با داشتن امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و کجا جناب سفروف گفتند که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در نگفتن، ولی همچنان نام میبرند که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخصص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است. این روش و نگاه و دید اشتباه است. اصلا منصب عالی پرزیدنتی گفتن این معنایی به پیغمبر تبدیل دادن پرزیدنت رو نداره. یک دوم، پیغمبرها انتخاب نمیشن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشن. دو، و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از 4 نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم. یعنی که اینجا انتخابات است و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده نمیشود و کسی که گذرد
البته نامزد ارزنده ما همه‌شان رو نامزد ارزنده میگیم، همه‌شان رو نوبسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی میگیم. تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی برمیگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟ بله چرا نه؟ ببینید مردم هم خوردگیری از همین دارن، از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونند مثلا نمیتونند در انتخابات های مجلس شرکت کنند یا در انتخابات وکلا شرکت کنند. 2 میلیون نفر از کشور بیرونند. اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخواهند که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید من 2 دفعه اعلام تاسیس حزب کردم. یکی سال 2011 بود در کشور. ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس دیم که زیر فشار نتونستیم این کار انجام دهیم. خب بعدش هم زید سعیدوف که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوی نکرد و شما دیدید چی بلای به سرش آمد. و سال قبل یا 2 سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه یک فشار بالای ما آمد و از ما خواهش التماس و مثلا با هر گونه راهها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندهیم. حالا وقتی که استاد سفرов میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون آنکه مثلا حکومت این را انتخاب کرده است، حتی میگن مخالف ما هستند. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گویید مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 ساله که در صحنه سیاسی کشور هستند باری از فعالیت‌های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن که ما دارم مخالف. جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدن. سفرov کمی یک طرف بها داده ایستاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستند، مخالف سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارند، موقع دیگر دارند. اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشند. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلان کند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور را به نیستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست، باید دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق می‌کند. تشکر جناب سفرov. خوب سوال به سوال قبلی برمیگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد معرکه انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟ تغییرات البته در مجموع احتمالش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در مابین جوانان که خیلی خواهشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دارند، مخصوصا آنهایی که از 30 ساله بالا هستند، چون که قانونگذار از 30 بالا را اجازه داده است. در این حالت جوانان زیادی می توانستند که مثلا قوای خودشون را سنجند یا اینکه تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشان. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته ایستاده ایم که حالا وقتی همین چیز نشده است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یگان ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جامعه شهروندی او سهیم سیاست اداره کنی کشور است. باید اینا تاکید کنیم حتما. موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت امان؟
درست است؟ یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟ اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفرов خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در اتوماتیک چیز که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش میکنم مخالف شما دشمن نگیرید. این نگاه و نظر همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست. عزیزی دلی برادر خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید و یعنی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چی گفت. ما که میخواستیم حزب سیاسی تأسیس کنیم، ما میخواستیم با راه قانونی برای قدرت مبارزه بریم و نه اینکه مثلا گلک یک نفر باشیم، در پیش کسبی یک نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات و پیدا شویم گویم که فلان و بسمن. نه، اینطور نیست. تشکر. اجازه دهید که در این رابطه جناب سفرov نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند. خیلی خنده‌آور است که گپ‌های من خود عزت‌جان گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و میتواند تنقید کند، میتواند که در حتی انتخابات خودش را برابر نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده گذارد. این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است. لطفاً بگوید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3 4 5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان؟ یگان حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دادید به نفری که بیاد مثلا حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟ شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. قانون‌های ما به ما اجازه دادند که حزب سیاسی را خودمان تشکیل کنیم، از یگان حزب نپرسیم. این حجت ها را به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن در کار. وزارت عدلیه حل میکند مثلا. یعنی این کار دولت است، نه کار حزب سیاسی. خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم شیشتگی است. استاد سفرov، من یک چیز تاکید میکنم، نماینده وزارت عدلیه اونی که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازه حکومت، به اجازه مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟ شما گفتنی هستم عزت که همین نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پارلمان هم داشتیم، در دیگر جاها هم وزیرها هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودند. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمی‌کند. حزب در تاجیکستان مسئله پیشنهادی نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دپوتاتی میکنند و دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر کار نمیگیرد. من این رو در حیات حزبی خودم ندیدم. برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفرov شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟ من اصلا میدونم که یگان قانون داغما نیست. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها با شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند و قانون‌های بین‌المللی و روندهای بین‌المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و هکذا. یعنی ما هیچ وقت
طرفدار شخص شده ماندن قانونهای خود نبودیم و نیستیم. تشکر. خوب عزت همون اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟ ببینید صدها جوانای هستند که امروز میخواستند در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند. حالا خود پیشبری باشد، به عنوان مثلا نماینده یک حزب باشد، اما احزاب سیاسی که استاد سفرов نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوانه هم در داخلشان دارند که باور کنید میخواستند شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازت نمیتن که نماینده‌هاشون بیان و شرکت کنند، ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد. باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟ نه، اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو خوب حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نآمد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین نداره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیز نمیخواهد عوض کند. با سخن عزت ما راضی شده نمیتونم که قانونهای ما تغییر نمی‌یابد. اگر یافتن قانونهای ما از وکیلان مردمی ما وابسته است، اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین وریانتی کار برای ملت و دولت ما فایده‌ناک است، منفعتناک است، با منفعت‌های ملی و دولتی ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد. من با استاد سفرов خواهش میکنم بیایید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت را دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینید ما در اینجا بعد بحث‌های در دل ما و دل شما باشد. ما هم که میخوایم کشورمان رشد کنه، درست است، بیایم خیلی یک بحث‌های روبرو را بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما که استاد هستید. تشکر. برنامه گپ آزاد را اینجا به پایان میبریم. عزت امان، فعال شناخته جمعیتی، و سیف الله سفرов، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.